با سلام و عرض ادب خدمت برادر بزرگوار جناب آقای انصاری و تمام دستان در کاران شبکه جهانی وصال حق. این حقیر اسماعیل هستم، از اصفهان ایران مزاحمتون میشم که قبلا هم به صورت SMS بهتون پیام داده بودم. عرضم به حضورتون که من پس از 30 سال که در گمراهی و بدعت و شرک به سر بردم، با دیدن برنامه‌های جذاب دیدنی و واقعاً به حق شما، به مذهب و دین واقعی رسول خدا اومدم. الله اکبر. از شما خواهش میکنم که کلیپ ها یا عرضم به حضورتون برنامه‌هایی که مربوط به وضو گرفتن صحیح اهل سنته و عرضم به حضورتون نماز خوندن صحیح اهل سنت رو برامون از شبکه زیباتون پخش کنید تا اشخاصی که مثل بنده به راه حق، به راه دین، به راه توحید اومدن، بدونن چطور دینشون رو انجام بدن، بدونن چطور احکام واجب و فریضه الهی نماز و وضو و دیگر اعمال دینشون رو انجام بدن. به خصوص مد نظر بنده وضو و عرضم به حضورتون نماز اهل سنته که از طریق SMS هم که داده بودم که زیر نویس کرده بودیم، گفته بودیم که با ایمیل برنامه تماس بگیرید، ولی متاسفانه بنده به ایمیل و اینجور چیزای رسانه‌ای دسترسی ندارم. اگه محبت کنید برای اشخاص مثل بنده کلیپ هایی که مربوط به وضو و نماز بذارید، خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. انشاءالله که الله یار و نگهدارتون باشه و به شما و برنامه‌های خیلی خوبتون توفیق بده. خدا جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. انشاءالله ما سعی میکنیم که در این مورد کلیپ های رو آماده بکنیم و در آینده نزدیک بتونیم در شبکه پخش بکنیم تا شما و همسال شما عزیزان از این کلیپ ها استفاده کنند.